یتیمی را که انسان در سر زانوش میشنانه، یتیمی را خرسند میسازه، الله به عزت و جلالش قسم یاد کرده که ای بنده تا اگر یتیمی وقتی ایزا بکت الیتیم میگه اهتز عرش رحمانه، وقتی یتیم که گریه میکرده عرش رحمان میلرزیده. خال به عزتی و جلالی، خدا به عزت و جلالش قسم میخورده یتیم کی تر خرسند بسازه که من در روز قیامت خرسند بسازم؟ کیای یا یتیم خرسند ساختن، یا بیوزن خرسند ساختن، یا کمبغل دست گرفتن، این کاری هر کس نیست. او کاری از کسی است که ای جانش میگذره، ای هستیش میگذره، ای دارایش میگذره. انسان تا از هستیش نگذره به حق نمیرسد. آن کس به مقصد میرسد که از جان بگذرد. ای جانت میگذره که به حق میرسد.